من از تمام جهان تنها سوراخ قرمزی خواهم، یک کون آغشته به روغن ترمزی خواهم. تشنه بر آب محتاج است آنکه کیل دارد به کون، هیچ کس شاد نبوده بدون کون تا کنون. امپراتور، مردم بایو به خاطر یه لقمه نون دارن سشیف کن میدن. اون وقت شما به فکر کون قرمز هستین؟ وزیر اعظم بگو نون توست. نون توست، سرش بشین بچوس. میدونستین چرا کاندوما رو شفاف درست میکنن؟ چون اون اسپرمای بیچاره‌ای که به مقصد نمیرسن حداقل از منظره لذت ببرن. سرورم با اجازتون من هم یه جوک بگم. میدونین ماهی ها به خواهراشون چی میگن؟ میگن آبزی آبزی آب. هه و کیر کسکش، این آخه چه جوکی بود گفتی؟ حیف نون ماست. تو چی میخوای بگی کنده؟ قربان، وضعیت اقتصاد مردم خیلی کیری شده. اونها دائما شعار میدن ما اعتراض داریم، نر دراز داریم. یه روز یه مرچه‌ای داشته یه فیلو میکرده. یه نرگیلی از بالای درخت میفته رو کله فیله. فیله میگه آخ، مرچه میگه جون عزیزم کلفته. خب کار برای امروز دیگه بسته. وزیر کس. بله امپراتور. برو از صندوق پسنداز کسی برای فردا یه مقدار پول برام بردار، لازم دارم امشب. اما